کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلو قسمت 4. فرگان مسیر موفقیت. مغازه‌داری پسرش را نزد خردمندترین مرد جهان فرستاد تا راز سعادت را بیاموزد. پسرک 40 روز در بیابانها سرگردان بود تا بالاخره به قصر زیبایی در بالای کوهی رسید. مرد خردمند در آن قصر زندگی می‌کرد. پس از وارد شدن به قصر، قهرمان داستان ما به جای دیدن مرد مقدس با مکان پر از قیل و قال روبرو شد. بازرگانان می آمدند و می رفتند. مردم در هر گوشه‌ای مشغول صحبت بودند. ارکستر کوچکی موسیقی ملاحمی می نواخت. روی میزی انواع و اقسام خوراکی های خوشمزه آن منطقه قرار داده شده بود. مرد خردمند با همه صحبت می کرد و پسرک مجبور شد 2 ساعت به انتظار بنشیند تا نوبتش فرا رسد. مرد خردمند با دقت به حرفهای پسرک در مورد علت مراجعه‌اش گوش سپرد. اما به او گفت وقت ندارد که همان موقع راجع به راز سعادت چیزی بگوید. پیشنهاد کرد که پسرک گشتی در قصر بزند و 2 ساعت دیگر برگردد. آنگاه قاشقی با 2 قطره روغن به پسرک داد و گفت در ضمن می‌خواهم کاری برایم انجام دهی. همانطور که در قصر گردش می‌کنی این قاشق را هم با خودت ببر و مواظب باش قطره‌های روغن از آن نریزد. پسرک در حالی که چشم از قاشق بر نمی داشت از پله‌های بسیار قصر بالا و پایین رفت. پس از 2 ساعت به اتاق مرد خردمند بازگشت. مرد خردمند از او پرسید خب قالین‌های ایرانی را که در سالن غذاخوری آویزانند دیدی؟ باغی را که سر باغبان 10 سال برای ساختن آن زحمت کشیده تماشا کردی؟ آیا متوجه دستخطهای پوستی زیبا در کتابخانه هم شدی؟ پسرک از خجالت سرش را به زیر افکند و اعتراف کرد که هیچ کدام آنها را ندیده است. تنها توجهش به روغنی بوده که مرد خردمند به او سپرده بود. مرد خردمند گفت پس برگرد و عجایب دنیای من را تماشا کن و مردی که خانه‌اش را نمیشناسی اعتماد نکن. این دفعه پسرک با خیال راحت قاشق را برداشت و به تماشای قصر پرداخت. این دفعه همه آثار هنری بر روی سقف‌ها و دیوارها را خوب نگاه کرد. به تماشای باغ‌ها، تپه‌ها و زیبایی‌های گل‌ها نشست و سلیقه‌ای را که در انتخاب هر چیز به کار رفته بود ستود. وقتی به نزد مرد فرزانه برگشت همه جزئیات را برایش تعریف کرد. مرد خردمند پرسید پس قطره‌های روغنی که به تو سپردم چی شد؟ پسرک با قاشق نگاهی کرد و دید که از روغن خبری نیست. خردمندترین خردمندان گفت خب فقط میتوانم نصیحتی به تو کنم. راز سعادت در این است که همه عجایب‌های دنیا را بنگری و از قطره‌های روغنم غافل نشوی. چوپان چیزی نگفت و معنای داستانی که پادشاه پیر برایش تعریف کرد پی برد.
یک چوپان شاید سفر کردن را دوست داشته باشد، اما نباید هرگز از گوسفندانش غافل شود. پیرمرد نگاهی به پسرک افکند و با دستای در هم گره خورده حرکات عجیبی روی سر پسرک کرد. پسرک گوسفندانش را برداشت و از آنجا دور شد. پسرک اندیشید چقدر افریقا عجیب به نظر می آید. او در کافه شبیه بقیه کافه های خیابان های باریک شهر طنجه نشسته بود. چند تا مرد مشغول کشیدن چپق خیلی بزرگی بودند و آن را مرتب دست به دست می گرداندند. در عرض چند ساعت او مردانی را دید که دست در دست همدیگر قدم می زنند. زنانی که چهره‌های خود را با نقابی پوشانده بودند و روحانیونی که بالای برجا می رفتند و از آن می گفتند. در این هنگام همه روی زانو خم می شدند و سپس پیشانی خود را روی زمین می ساییدند. در دل گفت کار کافران. به یاد زمان بچگی افتاد که در کلیسا همیشه تصویری می نگریست که در آن سانتیاگو ماتام موروث مقدس سوار بر اسب سفید شمشیر از غلاف کشیده بود و آدم‌هایی با این شکل و شمایل در زیر پایش زانو زده بودند. هستنایی احساس ترس و وحشت در خود کرد. کافران شریرانه به او می نگریستند. به علاوه چنان با عجله اقدام به سفر کرده بود که یک چیز کوچک را جا انداخته بود. فقط یک چیز. و همین می توانست او را برای مدت طولانی از گنجش دور نگه دارد. در این کشور مردم فقط به زبان عربی حرف می زدند. کافه چی نزدیکش شد. پسرک به نوشیدنی میز بغلی اشاره کرد. از وقت بعد نوشیدنی چای تلخ از آب در آمد. پسرک شراب را ترجیح میداد. اما این موضوع فعلا چیزی نگران کننده ای نبود. فقط باید تمام حواسش را معطوف گنجش میکرد و اینکه چطور آن را پیدا کند. با فروش گوسفندان پول کافی به دست آورده بود. پسرک به این نکته واقف بود که پول جادو می کند. هر کس که پول داشته باشد هرگز تنها و بی کس نخواهد ماند. در مدت خیلی کوتاهی شاید ظرف یک دو روز آینده به هیرام مرس می رسید. آن پیرمرد با داشتن آن گردنبند طلا برای به دست آوردن 6 گوسفند نیازی به دروغ گفتن نداشت. پیرمرد در مورد نشانه ها و علائم خوش یمن چیزهایی گفته بود و پسرک در عین عبور از تنگه به نشانه ها می اندیشید. پیرمرد خوب می دانست که از چی حرف می زند. موقعی که پسرک در دشتای اندلس پرسه می زد، یاد گرفته بود با مشاهده زمین و آسمان راهش را پیدا کند. یاد گرفته بود حضور کدام پرنده نشان می دهد مار در همان نزدیکی است و یا چی بوده یاکی از وجود آب در آن منطقه است. با خود فکر کرد اگر خدا با این خوبی گوسفندان را راهنمایی می کند، پس آدم‌ها را هم می تواند راهنمایی کند. به این فکر احساس بهتری به او دست داد. چای به نظرش کمتر تلخ آمد. مرد به اسپانیایی از او پرسید تو کی هستی؟ نفس راحتی کشید. با فکر کردن در مورد نشانه ها سر و کله یک نفر پیدا شده بود. پسرک پرسید تو اسپانیایی بلدی؟ جوان تازه وارد لباس غربی به تن داشت. رنگ چهرهش نشان میداد که اهل این شهر است. به سن و سال پسرک هم قد و قواره بود. تقریبا اینجا همه اسپانیایی حرف میزنند.
ما تا اسپانیا فقط 2 ساعت فاصله داریم. بنشین و یک نوشیدنی به حساب من برای خودت سفارش بده. پسرک گفت لطفاً بگو 1 گیلاس شرابم برای من بیاورند. من از چای بیزارم. مرد جوان گفت در اینجا شراب پیدا نمی شود. در دین اینجا شراب حرام است. پس از آن پسرک به او گفت که باید به ایران برود. چیزی نمانده بود که همه چیز را راجع به گنجش بگوید. همه منصرف شد. اگر همه چیز را می گفت امکان داشت مرد عرب برای رساندن او به ایران درخواست قسمتی از گنج را بکند. سخن پیرمرد به یادش آمد. هرگز قبل از این که چیزی را به دست آوری بعد آن را به کسی دیگر نده. اگر می توانی مرا به آنجا ببر و راهنمای من باش. برای این کار به تو پول می دهم. تازه وارد پرسید می دونی چجوری باید به آنجا برسی؟ پسرک حواسش به مرد کافه چی رفت که کنار میز آنها را فالگوش ایستاده بود و تماشا می کرد. با حضور او احساس ناراحتی می کرد. با این حال یک راهنما پیدا کرده بود و نمیخواست این فرصت را از دست بدهد. مرد جوان گفت باید از کبیر بگذری و برای این کار به پول نیاز داری. باید بدانم به اندازه کافی پول و پله داری یا نه. پسرک با خود گفت چی سوال عجیبی میپرسد. اما دوباره به یاد حرف پیرمرد افتاد. هرگاه از صمیم قلب چیزی را بخواهی تمام کائنات دست به دست هم میدهند تا به آرزویت برسی. پولش را از جیبش در آورد و به مرد جوان نشان داد. کافه چی هم نزدیکتر آمد و خیره شد. 2 نفری چند کلمه و عربی رد و بدل کردند. کافه چی عصبانی به نظر می رسید. تازه وارد گفت بزن بریم بیرون. او ما را بیرون کرد. پسرک نفس راحتی کشید. بلند شد که صورت حساب را بپردازد. اما مرد کافه چی یقه او را چند زد و با عصبانیت به او چیزهایی گفت. پسرک قوی بود و قصد تلافی جلو آمد. اما چون در یک کشور بیگانه بود منصرف شد. دوست جدیدش کافه چی را به عقب هل داد و پسرک را با خود بیرون کشید. میخواست پولت را از چنگ در آورد. تنچه با بقیه شهرهای افریقا فرق می کند. اینجا بندر است و در هر بندری دوست پیدا می شود. اعتماد پسرک به رفیق جدیدش جلب شد. او را از وضعیت خطرناکی نجات داده بود. به پولهایش نگاه کرد و آنها را شمرد. جوانک پولها را گرفت و گفت تا فردا به ایران میرسیم ولی اول باید شتر بخریم. با هم دیگر از خیابانهای تنگ طنجه عبور کردند. همه جا به ساعت حراجی پهن بود. به میدان بزرگی رسیدند که بازار اصلی شهر محسوب میشد. در آنجا افراد زیادی با هم در حال جر و بحث و خرید فروش بودند. پسرک چشم از دوستش بر نمی داشت. چون همه دار و ندارش در دست او بود با خود گفت که از او بخواهم پولم را پس بدهد.
اما این کار دور از عالم رفاقت بود. او هیچی در مورد آداب رسوم این کشور غریب نمی‌دانست. در دل گفت فقط باید چارچشمی مواظبش باشد. خودش را از رفیقش قوی‌تر می‌دانست. ناگهان در میان همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که در عمرش تا به حال ندیده بود. غلاف شمشیر نقره اندود و دستش سیارت. مزین به سنگای قیمتی فوق‌العاده‌ای با ارزش بود. پسرک به خود وعده داد که هر زمان از نیست برگشت آن شمشیر را برای خود بخرد. رو به دوستش کرد و گفت هر صاحب بساطی بپرس قیمت این شمشیر چند است. ناگهان آج و واج بر جای خود میخکوب ماند. متوجه شد که با نگاه کردن به شمشیر چند لحظه حواسش پرت شده است. قلبش فشرده شد، مثل اینکه قفسه سینه‌اش تنگ شده بود و به قلبش فشار می آورد. می ترسید به اطراف نگاهی بیندازد، زیرا می دانست چی خواهد یافت. مدت بیشتری همانطور به شمشیر زیبا زل زد تا جرأت نگاه کردن به دور و بر خود را بیابد. اطراف او فقط بازار بود. مردم رفت آمد می کردند، فریاد می زدند و می خریدند. بوی خوش غذاها همه جا پیچیده بود، اما از دوست جدیدش خبری نبود. دلش می‌خواست به خود بقبولاند که رفیقش به طور تصادفی از او جدا شده است. تصمیم گیری همانجا بماند و منتظر برگشتن رفیقش باشد. همانطور که منتظر ایستاده بود، مؤذنی به بالای برجی رفت و شروع به گفتن آذان کرد. همه به زانو افتادند و سپس پیشانی‌های خود را به زمین ساییدند و شروع به خواندن نماز کردند. پس از آن مثل گروهی مورچه‌های کارگر بساطهای خود را جمع کردند و رفتند. خورشیدم پایین می‌رفت. مدتی به غروب خورشید نگریست تا اینکه آن هم در پس کلبه‌های سفید رنگ اطراف بازار از نظر پنهان شد. طلوع خورشید را در همان روز به یاد آورد. در آن هنگام او در قاره دیگری گام برمی داشت. هنوز چوپانی بود با 60 گوسفند و مشتاق دیدار دختری جوان. آن روز صبح هنگام عبور از دشت‌های آشنا می‌دانست چی بر سرش می‌آید. اما حالا در وقت غروب خورشید در کشوری دیگری بود، بیگانه‌ای در یک سرزمین ناآشنا، جایی که حتی زبان آنها را هم نمی‌فهمید. دیگر چوپان نبود و هیچی هم از مال دنیا نداشت. حتی پول نداشت تا برگردد و همه چیز را دوباره از سر شروع کند. با خود اندیشید همه اینها بین طلوع و غروب خورشید رخ داد. برای خودش احساس تأسف کرد و افسوس خورد که چرا زندگیش اینقدر ناگهانی و اینطور سری دچار تغییر شده است. از خجالت نزدیک بود گریه‌اش بگیرد. حتی جلو گوسفندانش هیچ وقت گریه نکرده بود. اما در بازار پرنده‌ای پر نمی‌زد و او هم غریب بود. پس زیر گریه زد. او اشک می‌ریخت، زیرا خدا عدالت را در حق او رعایت نکرده. به جرم باور کردن رویایش این بلا را بر سرش آورده بود.
وقتی گوسفند داشتم خوشحال بودم و سعی می کردم اطرافیانم هم خوشحال نگه دارم. از دور که سر و کله من پیدا می شد مردم به من خوش آمدی می گفتند. هم حالا تنها و غمگینم. از این به بعد سعی می کنم بیرم باشم و به کسی هم اعتماد نکنم، چون یکی به من خیانت کرده است. از هر کس که گنج خود را پیدا کردم بدم می آید، چون خودم نتوانستم گنجم را پیدا کنم. همان اندک چیزی را که دارم باید محکم بچسبم، زیرا برای غلبه بر این دنیا بسیار کوچک هستم. کیسه‌اش را گشود تا ببیند چی برایش باقی مانده است. شاید یک ذره ساندویچی را در کشتی که می‌خورده در ته کیسه‌اش باشد. اما تنها چیزی که یافت کتاب قطوری بود و کتش و همچنین 2 سنگی که پیرمرد به او داده بود. همانطور که به سنگا نگاه می‌کرد و چند دلیل احساس آرامش کرد. او 6 گوسفند را با این 2 سنگ گرانبها که تکه‌هایی از یک گردنبند طلا بودند عوض کرده بود. می توانست سنگا را بفروشد و بلیط برگشت را بخرد. با خودش گفت اما این دفعه حواسم را بیشتر جمع می کنم. سنگا را از کیسه‌اش درآورد و در جیبش گذاشت. آنجا یک شهر بندری بود و تنها حرف درستی که رفیقش به او زده بود همین بود که بندرها پر از دزد هستند. حالا میفهمید که چرا صاحب آن کافه اینقدر ناراحت بود. او سعی داشت به پسرک بفهماند که رفیقش اعتماد نکند. من هم مثل همه آدم‌های دیگر دنیا را همان جور که دلم می‌خواهد ببینم می‌بینم، نه آنجوری که واقعاً هست. انگشتانش را به آرامی روی سنگا کشید. گرمای آنها را حس کرد. آنها گنج او بودند. با در دست گرفتن آنها حالش بهتر شد. آنها پیرمرد را به یادش می آوردند. پیرمرد گفته بود وقتی چیزی را بخواهی همه کائنات دست در دست هم می‌دهند تا تو به هدف برسی. حالا حقیقتی را که در سخن پیرمرد بود می‌فهمید. تقوی تنها در محوطه بازار ایستاده بود، بدون اینکه 1 سنت پول در جیبش داشته باشد و حتی 1 گوسفندم نداشت که در طول شب به محافظت آن بپردازد. ولی سنگا ثابت می‌کردند که او یک پادشاه را ملاقات کرده است. پادشاهی که از گذشته پسرک کاملا خبر داشت. به این سنگا اوریم و تمیم میگویند. اینها میتوانند در خواندن نشانه ها به من کمک کنند. پسرک سنگها را در کیسه‌اش گذاشت و تصمیم گرفت آنها را امتحان کند. پیرمرد گفته بود از آنها سوال واضح بپرسد. برای این کار خودش باید بداند که چی میخواهد. پس پرسید که آیا دعای خیر پیرمرد هنوز با او است؟ یکی از سنگا را بیرون کشید. پاسخ مثبت بود. پرسید آیا گنجم را پیدا می کنم؟ دستش را در کیسه فرو برد تا یکی از سنگا را بیرون بکشد. در همین عین سنگا از سوراخ کیسه روی زمین افتادند. پسرک قبلا متوجه این سوراخ در کیسهش نشده بود. خم شد تا اوریم و تمیم را پیدا کند. اما وقتی آنها را روی زمین دید فکر دیگری به ذهنش خطور کرد. پیرمرد گفته بود
سعی کن نشانه ها را بشناسی و دنبال آنها بروی. یک نشانه گلی از گلش شکفت. هر دو سنگ را برداشت و دوباره کیسه‌اش گذاشت، اما به فکر سوراخ کیسه‌اش نبود. سنگ‌ها هر وقت خواستند می‌توانند از کیسه‌اش بیرون بیاید. می‌دانست چیزهایی هستند که آدم نباید راجع به آنها چیزی بپرسد. تا بتواند از افسانه شخصی خود فرار کنند. در دل گفت قول دادم که همیشه خودم تصمیم بگیرم. سنگ‌ها به او گفته بودند که پیرمرد هنوز با اوست و به همین خاطر در خود احساس راحتی خیال کرد. دوباره نگاهی به اطراف بازار خلوت انداخت. احساس ناامیدی کمتری می‌کرد. اینجا مکان عجیبی نبود، فقط یک جای جدید بود. به علاوه همیشه آرزو داشت جاهای جدیدی را ببیند. اگر هم هیچ وقت به هیرام نرسد، بازم از هر چوپان دیگری که میشناخت بیشتر سفر کرده بود. فکر کرد آه اگر آنها میدانستم که چه چیزهای متفاوتی در فاصله 2 ساعت سفر با کشتی وجود دارد. اگرچه دنیای جدیدش در آن لحظه جز بازار خلوت چیزی دیگری نبود، اما آنجا را وقتی که مملو از شور زندگی بود نیز دیده و آن را هرگز فراموش نمی کرد. به یاد شمشیر افتاد. یادآوری آن آزارش میداد، اما تا به حال در عمرش چنین شمشیری ندیده بود. همانطور که به این چیزها فکر میکرد متوجه شد که یا باید به خودش به چشم قربانی بدبخت یک سارق نگاه کند یا خود را ماجراجویی فرض کند که به دنبال گنجش است. با خود گفت من ماجراجویی هستم که به دنبال گنجینه‌ام میگردم. فرگام، مسیر موفقیت.